تاجیکان فرهنگی بسیار غنی و تاریخی بسا پر افتخار باستانی دارند. مثلا تنها تاریخی 5500 ساله سر است که از جانب عالمان سطح جهانی، مرکزهای معتبر علمی دنیا و سازمان با نفوذ بین المللی یونسکو اعتراف و تصدیق شده است. دلیل ردناپذیر و بی‌بحث قدیمی بودن ملت تاجیک می باشد. عرض داشتن به فرهنگ و تاریخ باستانی ملت و آموختن آن، اینچنین از خود کردن میراث جاویدانه صدها و هزاران نفر فرزندان فرزانه خلقمان، یعنی شاعران و ادیبان و عالمان و متفکران برجسته ملت، وظیفه هر یک صاحب وطن می باشد. ما به خاطر حفظ یادگاری‌های تاریخی و تعمیر و نگهداری آنها خیلی کارهای سازنده را آغاز کرده ایم و کوشش داریم که توسط سازمان‌های با نفوذ بین المللی میراث مادی و غیر مادی کشورمان را به اهل عالم هرچی بیشتر معرفی نماییم.